سلام بچه‌ها، امیره میکو هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو بهترین پرودیوسر رپ فارسی. تو این ویدیو قرار بریم که کل پرودیوسرهای رپ فارس رو یکی دو تا آهنگ ازشون گوش کنیم و ببینیم که بهترین آهنگساز رپ فارس کیه. البته که 100% به این جواب نمیرسیم. پس فقط میریم آهنگ گوش میکنیم، لذت میبریم، بالا پایین میپریم و اگه اومدید یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو بزنید. مرسی، برو برید. 01 پس پدرو دارم قلب مادرم و ای پلاس از برادرم و بقیه‌شم دارم از دورم از قدیم با عرفان بوده. صبح و شبم و آهنگاش من واقعا باحال حال میکنم. تیم یعنی چی 10 سال پایدار مثل ما تیم نه علی مهم میرم من چیلو لوکی همیشه ترکیب بنده رو هیپاپ ای بابا خفه تو رو خدا واسه قشنگ میتونم بگم یکی از بهترین آهنگای رپ فارسه. قشنگ جزو تاپ 5 است. آهنگ خفن خندون بابا خفه همسال تو همیشه نقشاشو کم رنگ بود. بابا خفه میشه یا که یه جا باید از کندن نور میتاب اول روز ترسی نداره دوست یکم هم صده مون قشنگ کارم بود ترکیب علیوی با هر رپری واقعا چیز خفنی میشه. واسه چی نزنیمش وقتی که کاسبی بد تعطیله سلمونی نرو با ما بد باش فقط میزنیم کلت و باشیت تو کچه جی جی قرمز مده میکنیم جی جی دیگه حرف زدنم از مرهم مریض دور با به میگن دست مسیح بس دلیل با ما بعضیم باش که هستی و خلق تک خورید داد و رسم مانی اومدیم بالا رسیدیم با دست خالی بس بدون اصلا بهت باز پولو نمید جک روی یخین تایت سایتانی. آقا جی جی خیلی اخلاقش انوگوه، درست چرت و پرت هم زیاد بهش میگن ولی خب آهنگسازیش خوبه، آهنگای خوب داره. یعنی شاگرد اول درس خیابون میترسیدن ازش بچگی انجه پیشکسور میبود تو بر رو بیابون الان آدم حسابی شده باز دست بدی باشون میگه باشه وقتی تو حسابم پر کش نقده میگه یقه کرده بگی بشین سر جاد داده سر جردت با میستی رو به رو آینه میخونی کلی حرف تو نگاش تکون میخونی آقای پیتگوری بیرون از خونه باز میبینی همه چی بیرون کاره امیر خلوت هم میزنه جدیدن میبینی هرچی سنگه واسه پاییه که میلنگ کشور نیستم ولی پرچم دارم ایرانم دشمن از هر ور دارم خیلی ها میخوان بکشم دست از کارم همشونو در میدم از بس خورم واسه مهم نبود چیه داره میره کفم همه آرزوام چال شدن زیر هدفم مال مثل یه سری ها میخوانم آهرسه باباشون اینو خوب میدونن کجا مونه هیتر کنیس اولین بار آلبوم شخصی زخمی رو تنظیم کرد، بعدش اومد با هیدن کار کرد. من جدا خیلی خوشم اومد، یعنی از وقتی با هیدن کار کرد شناختمش. هنوزم زنم دقیق مثل خط کشکونی ها تنظیم با برنامه درست سختی نباشم همه فقط میگن از خوبی ها کچویت کل هفته گرفته بود مغزم در امشب موبایل تو پیچ شرمنده پس یکی من خشی خیلی خوبه. در بره ببینید آهنگ بد نداره خشی، یعنی هر پروژه دستش گرفته پرفکت تمام کرده. به همه این رازی دست اندازا رو پریدیم تخت میگازیم چون با وحشی میایم و همه شمشیر و بالا دیدم من صفر تا صدش هنوزم خشی بر ما میای تو بند و سر تو میسوزونم بدخوام و آتیشم داغه برای چی با اینا بخون باتیشم آخه نمیخوره به من اصلا خط فکریت شعلت کمه شده قد کبریت سرس خونه ولی هنوز دارم پایدار جمشید چاقالا موقع تصویر صابر زور میزن هیت زن ایران ولی هیچیه در حد تخلیه خیلی کار هیت داره. خاطرات بچگی تو در بگه خاطرات نشگی شدیم درگیره هرچی راه بد بگی ولی ندادیم و باش به شاه و بردگی What is this, bro? Are you serious, bro?
تو زدی مثل من تو چی بالای مثل من تو چی بالای فرمول بلدم عزیزم بگو ببینم تو گیجی های مثل من تو میگم هر چی کار زده هیت شده خیلی خفنه پول پله میزونه دادشم بگو ببینم تو گیجی های آتور بابا خیلی خوبه حیف بهرام آتور حیف با من دست میده همه برادر ودا آتور آتور هم من خیلی باهاش حال میکنم آقا یو دیدم شو میدم یو بیتو بابا کلی انگیزه داشتم حیف شد شل کنید یکم ولی رو سیف مود فربود ارش همه راه برو به امید فردایی که یه ها میبینی فربود ارش هم از اول با یاس بوده یه 10 سالی هست باشه ما فلجیم تو این وضعیت واقعا عجیب باز کلی دوم و با قلم چید این بحثا نمیشه تعبیرش کرد میگن آینده رفته از این کشور خوب واسه جماعت گنجش روزی آینده یعنی همه امشب ولی چی نزن درخواست نکن درخواست بزا نوکو بریزم بیتای میزنه که همیشه خلوته ولی قشنگ قویه بازا پشت پلک میشینم کنج زن به انتظار یه معجزه میزنم فارسی جنگ دارم با خودم و شناختن جدیدنم شدید دارم با فارسی حال میکنم ولی خب خم نشد قانون جنگ الان میگیرم میرم به جنگ نفسم خب عوض شد ولی از دستم جدید قشنگ کسیه که زیرزمینیه یعنی با بچهای دیواره ولی کارا شیته حس شدید بود نبود افر خون نخون افر خون نخون افر خون نخون رپ فارسی متفکرهای تحلیلن نوید فارسی بندن همه با واحد حبه ولی من که رنگ پیرنم زرده آنگ نون خونم از پمپ شهرم گرمه من دیار دوری میام من حال مسیر سفر توی طولانی بودن هم سفر کلمه ایه که شده گم لحن تمسخر طولشون پوشالی بودن کسی فرشاد خیلی باحاله نکنید هم آهنگسازی میکنه هم رپ میخونه هم میکس مستر میکنه اینم قیافشه ولی نمیدونم چرا اینقدر آهنگاش شنیده نیست میتونستی تکون بخوری نشگی درد زندگیم ادامه داره اما هنوزم حمل میکنم توی سینه خستگی من مهدیار ته بیتای شلوغ ته امسالم تش رسید و هنو باز باقی بش هنوز گشت ایست پشم دوباره آهنگ بلند پخش برقص بگیریم برد بیتو برقص بگیریم برد داری رو جشن لحظه ها تک زندگیت یه فیلم بر اساس واقعیته با دلت بهم گوش کن زندگی تپش وسط سینت مهدیار خیلی خوبه همون سوراب هیدن خیلی بیتای تمیز و کیفیت میزنه واقعا عشق میکنم هر حرفی رو نمیزنم جلو تو میدونی آخرش بهم میدی دل تو یکی مثل من باشه با یکی بیتران آقا چه تمیزه ستم اول یکی تو عدل مدل تو کوره مزراب چه جوره قشنگه میچرخه خیلی از مزراب من نشیدم آهنگ ولی خنده بازنده یا پرنده اصلا مهم نی جفنگه اینجا همیشه یه رنگه این دفعه میخوام موهر تر برم کمربند و خیلی زاده بود اولین بار فهمیدم موهر بیت زده آهنگ نخونده یعنی درپ نخونده بعد بر امیر خلوت زده تومه این جماعت شدی بوزغاله بگو پلنگ کو اینم خود موهره اولین آهنگ که شناختم این بود موهر رو محمد رضاییان شای منم احترام نظامی مگه تو هم به احترام بذاری اگه با محمد رضاییانم واقعا حال میکنم مثل مانی قابله کار بلده قشنگ دیدی دادا دیدی بادو توفانه گفتیم ما میریم بابا بگو کجایی دادا ما معتقدیم همینجا میشه
پرواریم توی دل این خاک ریشه داریم روز اول ما نداشتیم با کیشه کاری سمت از اولم با شایع اومد بالا فکر کنم بعد برای سهراب اومد بیت زد که این باشه گنگش بالا دستن همین بالا بازی گنگش بالاست بیت ناوی گنگش بالاست یو بچه های ملی گفتی من دویدم ای دویدم ای دویدم بیتاش خیلی خاصه خوشم میاد یه رفیق داشتم اسمش فرامرز بود باشو میزاش فرامرزا بی عد و اطوار بودم بی قل و قش باش کل دنیا بود به دم و دست ایزا بی هویت مثل پیماندگار آیس برو رفته بود کلن 2 تا کار داده تا مغز تاریخ هرکی کسی که رپر هم بیاد روش بخونه ای کنج و کاوی یعنی 2 تا با بهرام بود باشی تابوت باید کاوی خوش به حالت دنیا کوچیکه با خیالت راحت جواب ساده میدی بعد الکترونیک کار میکنه و خیلی هم کار نداره دیگه میگم همین 2 تاست واقعیت لایه است مهمین دست کی افتاده باشه یاده برو که خودم ته گشتم گرسنه شده خونم برقه اوق میزنه بنجل اونقه عمره نگیری چی میگم تو که اون واقعیم دهقان تهشه وای خدا زبونی نه غم من منونی نه ارزونی نه عطر خط خیلی دهقان خوبه وو تنت که دم پاره ترت جدول لجنی تو شهری از آتش میخورم ازت نه چون که آب ندارم نه مثل خودت آلبوم کبیر رو تنظیم کرده کلا جیغ میکشه هر روز دیو زیر تختم خط میندازه رو دستم صبحونم دو پشت با این آهنگم خیلی حال میکنم دهقان و دیگرده کنم لخت و خیابون در کرد سمیلو سمیلو از اول وانتونز بود دیگه بیتای لاولیش واقعا خوبه شمرونی کارون توی باطلاق قانون سنگین میمیرم آروم انتخاب هزینه و راه یعنی مرگ من تو زمین شما یعنی با خور 10 تا ازتون سیر نمیشه شیری که نمیدونه قبیله کجاست آوردم یه شروین رادفر آقا من اولین باری که فهمیدم شروین رادفر بیت هم میزنه برگم ریخت فکر کردم فقط میکس مستره من دارم میام بشور ببینم با هم کیام من دارم میام سیگارم رو روشن کن تو تا دستمانم میام من دارم میام یو بیتو اما هیچ وقت نزو سر من سوال کو ایلنویس شاگردای تقریبا میشه گفت چیزن شاگردی که نه با خشی کار میکنن قشنگ بیتای بروز دیت وقت ندارم واسه کس شعر در سر چون فقط صدا من کف شهر ته کوچه های ترس می اومدم دوستان گفتم پشت منو لفظ می اومدن شب میرفتم سر کارم آهنگش خیلی خوب دوست دارم دعا کردم پاره کردم تسبیح اون قدم تا که خدا دیوانم میخواد تهم سیگارم من با تهمم خیلی حال میکنم مثلا شخصیتش باله بشبین میگم امشب تا نخوابوشین و تهم از اون دسته افرادیه که کلا هم میخونه بیت میزنه میکس مستر میکنه چشامو بستم شدم خیره سواز کردم سپر سینه سراس مزاجم میده سما گنجم دفن زیر بفا کلاسم برداره میام مبصر میده بپا ریشه قوی برگا افشون میده افران با اینم آهنگش خیلی خوبه مهمون منیم پایین تر از بچه های تزار زای پارو گرد و خاک خالی تو آشغال دنیا هستین جایی که تو 6 موقع باند و ضبط ماشینانی همه طولگی تیز و بزن برا توی رو را میکنن مینی بوسن براشون اهمیت نداره کی میدوشن و به کی میفروشن و الا شب نیچی تو زن صدا آجورونم 12 ببر اگه بری زنم کش میدم گیتار برقی این تلفاتو تشکیلن 11 بیان بیتش خیلی خوبه اینجا 12 بعد اکی میبینی دورمه هستی بیل تامم خودشه پا بچه لاته تو رو میخوره بدون شک 12 بعد شاقی اصلا نمیخواد را بیای تو بگو ما میای پیش حکی بالا خاطر اونم خرجشه یه دونه چک بخواب تو
بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. تاپ 5 آهنگسازایی که دوست دارم بهتون میگم. شما هم آهنگسازایی که دوست دارید کامنت کنید. آهنگسازایی که من دوست دارم مهدیار، آتور، کچی بیت، کاگان جدیدن، علی بی الان دیدم اینا افتاد. 5 تا تاپ 5 آهنگسازایی که دوست دارمه. نمیگم بهترین آهنگسازای رپ فارسی، اینا که دوست دارمه. شما هم تاپ 5 بتون حتما این زیر کامنت کنید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. لایک و سابسکرایب یادتون نره. میبینمتون. مرسی فعلا.